اشاره کردند و پس از آن به سرانجام و عاقبت قرآن ستیزی و اسلام ستیزی که همان جهنم هست اشاره فرمودند. حال در این آیات در مورد پاسبانان و نگهبانان جهنم، مأمورین دوزخ که همان زندان رب العالمین هست پرداخته می شود. الله متعال می فرمایند علیها 19، بر جهنم، بر آتش دوزخ 19 مأمور موکل هست، 19 فرشته هست. حال مفسرین تفاسیر مختلفی دارند. بعضی ها گفتند 19 ملک، 19 فرشته هست. بعضی ها گفتند نه، 19 ارتش و لشکر هست. بعضی ها گفتند 19 صفند. بعضی ها گفتند 19 تا صنفند از فرشتگان که مأمور جهنم هستند. اما علی کل حال 19 ملک مأمور جهنم هست. به نگهبانان جهنم ما شما در آخر سوره مبارکه علق با هم خوندیم که زبانیه گفته میشه، سندع الزبانیه. عموما به عموم نگهبانان دوزخ زبانیه گفته میشه، اما یکی از نگهبانان جهنم نامش در قرآن تصریح شده که مالک هست. و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. جهنمی ها وقتی در آتش خشم پروردگار میسوزند اونجا فریاد میزنند ای مالک، به نگهبان جهنم میگن ای مالک لیقضی علینا ربک، به پروردگارت بگو که ما رو بمیرانه، ما رو بکشه، از این عذاب نجات پیدا کنیم. اما از جانب مالک فریاد میرسه که قال انکم ماکثون، اینجا دیگه مرگی نیست، شما اینجا موندگارید. پس مأمورین دوزخ 19 تا هستند. علیها 19. حالا شأن نزول این آیات چی هست؟ در جامع ترمذی آمده روایتی از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت شده که مردانی از یهود بعضی از صحابه پیامبر رو دیدند. از صحابه پرسیدند هل یعلم نبیکم عدد خزنة جهنم؟ یهودیان پرسیدند، یهودی هایی که اهل کتاب بودند، علم تورات رو داشتند، تورات خونده بودند. تو کتاب تورات که کتاب آسمانی هست، الله متعال بر حضرت موسی نازل فرمودند آمار نگهبانان دوزخ اونجا تو اون کتاب آمده. حالا یهودیان میخواستن از صحابه بپرسن ببینن که آیا محمد راست میگه یا نه. پرسیدن هل یعلم نبیکم عدد خزنة جهنم؟ آیا پیامبر شما تعداد مأمورین دوزخ رو میدونه؟ صحابه گفتن لا ندری حتی نسأل نبینا، ما نمیدونیم، ما باید بپرسیم از پیامبرمون. در همین میان یکی بلند شد و اومد محضر آن حضرت صلی الله علیه و سلم و گفت ای محمد یاران تو مغلوب شدن. گفت چرا؟ ماذا غلبوا؟ چرا مغلوب شدن؟ گفت یهودیان پرسیدن که آمار مأمورین جهنم چند تا هست، تعدادشون چند تا هست، یاران تو ندونستند. گفت بهشون بگید بیاند. وقتی اومدن از آن حضرت صلی الله علیه و سلم سوال کردند که مأمورین دوزخ چند تا هستند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با دستانشون اشاره کردند هکذا و هکذا، 10 تا و 9 تا، یعنی چند تا؟ 19 تا هستند. گفتند بله، چون تو کتابهایشون اومده بود که مأمورین دوزخ 19 تا هستند. اما چرا عدد 19 انتخاب شد؟
حالا علت 19 رو بعضی از مفسرین چیزهایی رو آورده اند، مانند علامه فخر رازی صاحب تفسیر کبیر آورده اند که چون روزهای خدا 24 ساعت هستند، ما در 5 وعده نماز میخونیم. 5 وعده یعنی 5 ساعت رو نماز در بر میگیره که ما مشغول نماز هستیم، یعنی قسمت های از اون ساعت ها ما مشغول نمازیم. 5 ساعت رو نماز در بر میگیره، اما 19 ساعت ما در عبادت مشغول نیستیم. پس نگهبانان جهنم هم یاد بکنیم که 19 تا اونجا هست. بعضی ها گفتند چون جهنم 7 دروازه داره، لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم 7 دروازه داره. این 7 از میان این 7 دروازه 6 تاش مختص کفار هستند با انواع و اقسامشون. مثلا پایینترین طبقه جهنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در پایینترین طبقه جهنم هستند. کفار با انواعشون به هر حال از 6 دروازه مختص اونهاست وارد جهنم میشن. اما 1 دروازه جهنم مختص فجار و فساق، مسلمانان فاسق هست. حالا کفار چون ایمان نیاوردند وارد جهنم میشند. ایمان به چی میگند؟ ایمان، تعریف ایمان چیه؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان. ایمان به این میگن که ما با زبان اقرار بکنیم به وحدانیت الله، به نبوت آن حضرت صلی الله علیه وسلم، به معاد، و با دل تصدیق بالقلب، با قلب باور کنیم و با عمل ثابت بکنیم. پس 3 چیز هست ایمان، شامل 3 چیز هست: اقرار باللسان، عمل بالارکان، تصدیق بالقلب، که کفار این کار رو نکردند. پس 6 تا دروازه هست، ضرب ضرب 3 6 تا 18 تا، با یکی هم که دروازه‌ای که مختص فساق هست میشه 19. علی کل حال الله متعال فرمودند که مأمورین جهنم 19 تا هستند. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة، و ما قرار ندادیم مأمورین و یاران دوزخ را مگر فرشتگانی. در مورد شأن نزول این آیه مفسرین آوردند که وقتی آیه علیها 19 نازل شد، یعنی مأمورین دوزخ 19 تا هستند، ابو جهل لعین به اطرافیان و هم نوعان و اون قالتاقه هایی که زینت مجلسش بودن خطاب به اونها گفت: سکلتکم امهاتکم، مادران شما به عزای شما بنشیند، شما دارید میترسید. محمد داره میگه که نگهبانان دوزخ 19 تا هستند، شما که یه جمع بزرگی هستید، کافیه هر 10 نفر از شما یک مأمور رو بگیره، بقیه همه فرار بکنید برید به جنت، وارد بهشت بشید. میگن یه شکم گنده ای اونجا نشسته بود، با شکم گندش گفت: نه بابا، من با شکم خودم فقط من یه تنه 17 تاشون خودم حریفم، فقط شما کار 2 تاشون رو بسازید، بقیه هم الفرار به سوی جنت. مسخره میکردند. الله متعال این آیه رو نازل کرد: و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة. ای بدبخت ها، شما فکر میکنید که از دست مأمورین، از دست فرشتگان مأمور دوزخ میتونید فرار بکنید؟ شما از دست یک فرشته مرگ نمیتونید فرار بکنید. یک ملک الموتی هست، یک اسرائیلی هست که الله او رو بر ارواح بنی آدم مسلط کرده، هیچ کسی نمیتونه از اون فرار بکنه. اینما تکونوا یدرککم الموت، هر کجا باشید این اسرائیل میاد. ولو کنتم فی بروج مشیده، هرچند خودتون رو داخل قلعه های مستحکم محصور بکنید، این اسرائیل، این
دژهای عظیم رو در هم میشکنه و میاد شما رو قبض روح میکنه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. هر کجا باشید این یک فرشته هست میاد سراغتان. چندین انسان در یک روح رو قبض روح میکنه، در یک روز چندین انسان رو قبض روح میکنه. یکی از شمال در آن واحد، یکی از شمال، یکی از جنوب، از مشرق، از مغرب قبض روح میکنه. بعضیا سوال کردن خب چطور این اگه اینجاست در جنوب چطور میره شمال، در مغرب هست چطور میره مشرق، در آن واحد در یک ثانیه قبض روح میکنه. مفسرین نوشته‌اند که طبق بعضی روایات ملک الموت عزرائیل بعضی سربازانی داره در اختیار خودش، اعوانی داره، کمک ها، نیروهای کمکی خودش داره. و در یک حدیثی آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند ان الدنیا بین یدی ملک الموت کالطست بین یدی الانسان یأخذ من حیث شاء. این کل کره خاکی در برابر عزرائیل مانند یک کاسه هست، مانند یک ظرف، یک تشته که جلو انسان گذاشته شده. از هر کجا میتونه غذا برداره، از هر قسمت این کاسه میتونه غذا بگیره واسه خودش. عزرائیل هم همینطور قبض روح میکنه از جای جای دنیا. پس الله متعال این آیه رو نازل کرد که شما نمیتونید از دست یک ملک الموت فرار بکنید. چطور میتونید از جهنم الله بگریزید؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگه میتونید از اکناف و کرانه های این آسمان میتونید بگریزید، فرار کنید، یالا دست به کار بشید، فانفذوا. اما نمیتونید از دست مأمورین دوزخ. آن هم چه مأمورهایی هستند؟ الله میفرماید در یک آیه علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. مأموران دوزخ علیها ملائکة، فرشتگانی، غلاظ تندخو، شداد سخت دل، لا یعصون الله ما امرهم، هیچ نافرمانی از الله نمی کنند. هر دستوری از جانب الله برسه بیچون و چرا اجرا می کنند. یفعلون ما یؤمرون. از دست این فرشتگان چطور میتونید فرار بکنید؟ پس الله می فرمایند و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة، و ما قرار ندادیم مأمورین دوزخ را مگر فرشتگانی. و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا. اما چرا تعداد اینها رو 19 تا قرار دادیم؟ این خودش فلسفه ای داره. چرا ما آمار 19 رو انتخاب کردیم؟ این خودش یک حکمتی داره. و ما جعلنا، در این آیه، در این بخش از آیه الله متعال میپردازند به بیان فلسفه آماری مأمورین دوزخ. و ما جعلنا عدتهم، و ما قرار ندادیم تعداد اونها را 19 الا فتنة للذین كفروا، مگر آزمایشی برای کسانی که کفر ورزیدند. ما این رو آزمایشی برای کفار قرار دادیم. چطور آزمایشی؟ یعنی ببین، یعنی این کفار به هیچ صراطی مستقیم نیستند. یعنی همواره سوال میکنند. وقتی پرسیدند چند تا هستند، پیامبر گفت 19 تا. حالا بعد میام دوباره سوال میکنند خب چرا 20 نشد؟ اگر الله میگفت 20 تا هستند، بعد میپرسیدن چرا 200 تا نشد؟ این سوال رو همیشه مطرح میکنن. یا این که وقتی این آیه رو شنیدن، همینه که عرض کردم، گفتن که بابا میلیاردها انسان بر کره خاکی میاد، اینا خودشون کفایت میکنند، این دست و پای این مأمورین عذاب رو میبندن، فرار میکنند به سوی جنت و بهشت. پس و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا. پس یک فلسفهش این هست که محل آزمایشی برای کفار. 2
لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، کسانی که به اونها کتاب تورات، یعنی اهل کتاب، کسانی که به اونها علم تورات داده شد، اونها یقین بکنن، بر باورهای اونها افزوده بشه. یعنی اونها میدونستن در تورات آمده مأمورین دوزخ 19 تا هستن. وقتی پیامبر تکرار بکنه محمدی که در هیچ مکتبی زانوی تلمذ نزده، محمدی که هیچ علمی فرا نگرفته، از او در آن واحد سوال بکنن چند تا هست، محمد جواب بده 19 تا هستن، بر یقین و باور اونها افزوده بشه و به اسلام گرایش بیشتری پیدا بکنند. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب. 3 و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون. اما از آن سو ایمان مسلمانان، ایمان مؤمنان با این آیات افزوده میشه. و یزداد الذین آمنوا ایمانا، و اضافه گردد برای کسانی که ایمان آوردند ایمانشان. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، و هیچ تردیدی به خود راه ندهند کسانی که کتاب داده شدند و مؤمنان، یعنی تردید نکنند در حقانیت دین مبین اسلام. 4 بیان فلسفه آماری مأمورین جهنم هست. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا. اما کسانی که در دلهایشان بیماری نفاق هست، منافقان و کفار، بگویند که ماذا اراد الله بهذا مثلا. اصلا هدف خدا از بیان این مسائل پیش پا افتاده چیه که مأمورین دوزخ 19 تا هستن؟ خب که چی؟ علیاذ بالله چی رو میخواد ثابت بکنه؟ یعنی تمسخر میکردن، ایراد میگرفتن، خردگیری میکردند. ببینید، پس این که الله آمار مأمورین دوزخ رو 19 تا اعلام کرد چندین حکمت داشت. فتنة للذین کفروا، فتنهی برای کفار، برای لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، بر باورهای اهل کتاب افزودن. 3 یزداد الذین آمنوا ایمانا، بر ایمان مؤمنان افزودن. ولیقول الذین فی قلوبهم مرض، و منافقان در بیماری های نفاق خودشون گرفتار بشند. ببینید اینجا یک در مورد مؤمنان آمده که یزداد الذین آمنوا ایمانا، بر ایمان مؤمنان افزوده بشه، بر نور ایمان، بر کیفیت ایمان مؤمنان افزوده بشه. ایمان، اگر نور ایمان، اگر برق ایمان رو ما میخواییم اگر بخوایم به یک چیزی تشبیه بکنیم، برق ایمان مانند همین برقی هست که ما و شما استفادهش میکنیم. اگر این برق ولتاژش بالا باشه، آمپر این دستگاه ها، این ترانس ها بالا میره. اگر افت ولتاژ داشته باشیم، این آمپر میاد پایین. برق همان گونه که برق یک نوساناتی داره، ایمان هم یک نوساناتی داره. ایمان گهگاهی آمپر ایمان میره بالا، گهگاهی آمپر ایمان میاد پایین. اما چه زمانی آمپر ایمان بالا میره؟ زمانی که یک تذکره جنت و جهنم، نزول آیات قرآن، تحقق وعده های الهی و نبوی، اینها نسخه های ایمان افروز و ایمان افزا هستند. بر ایمان مسلمان ها افزوده میشه. یک مرتبه سیدنا حنظله رضی الله تعالی عنه میگه که ابوبکر رضی الله عنه به ملاقات من اومد و ابوبکر منو دید، به من گفت کیف انت یا حنظله؟ حنظله در چه حالی؟ چه خبر؟ چطوری؟ من گفتم نافق حنظله، من حنظله منافق شدم. گفت چطور؟ ابوبکر پرسید چطور؟ چی شده مگه ای حنظله؟
میگه حنظله میگه من گفتم نکون عند رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکرنا بالجنة والنار، مادامی که ما در محفل رسول خدا باشیم به ما تذکره جنت و جهنم رو میده، آیات قرآن رو برای ما بیان میکنه، ایمان ما افزوده میشه، ایمان ما، حرارت ایمانی ما بالا میره. اما فاذا خرجنا من عند رسول الله، تا از مجلس پیامبر بلند بشیم، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، وقتی بیایم خونه های خودمون کنار زن و فرزندان و زمین ها و زندگی دنیایی خودمون مشغول بشیم، همه رو فراموش میکنیم، اون معنویت درونی ما کاهش پیدا میکنه. میگه من تا اینو گفتم، ابوبکر صدیق هم گفت منم همین جوری هستم، پس بریم نزد رسول خدا بپرسیم علت چیه. میگه ما رفتیم نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پیامبر از ما پرسید که چطوری ای حنظله؟ من همون حرفا رو تکرار کردم، گفتم نافق حنظله، من حنظله منافق شد. چرا؟ همین موضوع رو عنوان کردم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن والذی نفسی بیده لو تدومون علی ما تکونون عندی و فی الذکر، قسم به ذاتی که جان من محمد در قبضه قدرت اوست، اگر شما همان گونه که در مجلس من هستید همیشه در مجالس ذکر و مشغول ذکر باشید، اگر اون معنویت همواره با شما همراه باشه، لصافحتكم الملائکة علی فرشکم و فی الطرق، فرشتگان میاند و به شما دست میدن، دستان شما رو میگیرند. لکن حنظله یا حنظله ساعتا و ساعه، اما ای حنظله ساعتی برای عبادت، ساعتی برای استراحت. غرض از بیان این واقعین این هست عزیزان که ایمان مؤمنان با ذکر جنت و جهنم افزوده میشه، با نزول آیات قرآن این معنویت بالا میره، آمپر ایمان میزنه بالا. وقتی که آیات قرآن نازل میشد در صدر اسلام، الله متعال وقتی وعده فتوحات و پیروزی ها به مسلمان ها میداد، وقتی وعده شکست ابرقدرت ها رو میداد، الف لام میم غلبت الروم، ابرقدرت دنیا روم شکست میخوره، مکه فتح میشه، انا فتحنا لك فتحا مبینا، این وعده ها رو میشنیدند، بر ایمان مسلمان ها افزوده میشد. یه مرتبه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق یا غزوه احزاب، همون جنگی بود که تمامی قبایل عرب متفق شدند برای ریشه‌کن کردن اسلام و مسلمان ها، رهسپار مدینه شدند. پیامبر دستور داد که دور و اطراف مدینه خندق بزنید، کانال بزنید تا نتونن دشمن عبور بکنند از اینجا. پیامبر و یارانش مشغول حفر کانال بودند، خندق میزدند. یه صخره سنگ بزرگی آمد، صحابه آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم، پیامبر اون پتک و اون کلنگ رو با دستان خودش برداشت و محکم بر اون صخره سنگ کوبید. وقتی که به اون صخره سنگ زد گفت الله اکبر اعطیت مفاتیح فارس، بار دیگر زد الله اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، الله اکبر ای یاران من، کلیدهای ملک فارس به من سپرده شد، به خدا قسم دارم کاخ سفید مدائن رو از همین جا دارم میبینم، الله اکبر کلیدهای سرزمین یمن به من سپرده شد، از همین مکان دارم صنعای یمن رو دارم میبینم. وقتی پیامبر این رو گفت بر ایمان مؤمنان افزوده شد، با قدرت بیشتری وارد نبرد شدند، وارد کار شدند. اما از اون طرف مشرکان چه کار کردند؟ مسخره میکردند، گفتن هی اینها رو نگاه کن، از فرط گرسنگی به شکمهاشون سنگ بستند، شام شب رو ندارند. در مورد فتوحات ایران و روم صحبت میکنند، زهی خیال باطل. اما بر مؤمنان ایمانشان افزوده شد. ما و شما دیدیم تا
تاریخ ثابت کرد آنچه که الله گفت محقق شد. گنجینه های فارس تا مدینه منوره آورده شد، به پای اصحاب رسول خدا انداخته شد. مکه با سربلندی فتح شد، یمن و ملک شام فتح شدند. روز به روز بر قدرت اسلام و مسلمان ها افزوده شد. در جنگ احد وقتی که مسلمان ها، شما میدونید در نبرد احد سربازان اسلام شهدای بسیاری رو تقدیم اسلام و پیامبر کردند. 70 و اندی از یاران رسول خدا کشته و شهید شدند، تکه تکه شدند، مسله شدند، گوش و بینی هایشون بریده شد، زخمی شدند. وقتی که این تلفات سنگین بر پیکره اسلام و مسلمان ها وارد شد، باز مشرکان به باد تمسخر گرفتند مسلمان ها رو. گفتند لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگه نزد ما می بودن نمی مردند، اما اونها به محمد پیوستند. حالا بخورید، بچشید این طعمش رو، طعم مرگ رو. الله میگه قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید جلوی مرگ خودتون رو بگیرید. یاران رسول خدا از احد برگشتند به مدینه منوره. تا برگشتند در اندک زمانی بلا فاصله رسول خدا صلی الله علیه وسلم دستور داد، به بلال گفت ای بلال فریاد بزن، فریاد بزن، صحابه رو جمع کن. همون افرادی که دیروز در غزوه احد شرکت داشتند همونها حاضر بشند. بار دیگر به جنگ دیگر میریم، به حمراء الاسد میریم. سبحان الله. صحابه با پیکرهای خونین، با بدنهای زخمالود، همه بار دیگر زره پوشیدند و در مجلس پیامبر آمدند. نگاه نکردند که ما تازه از جنگ برگشتیم، خسته ایم. پیامبر دستور داد، چه امتحان بزرگی، همینایی که دیروز در جنگ احد بودند همینها فقط حاضر بشن. دیگه کسی رو با خودش نبرد پیامبر، فقط یک جابر ابن عبدالله نزد آن حضرت صلی الله علیه وسلم اومد گفت یا رسول الله، پدر منو نذاشت که من در جنگ احد شرکت بکنم، چون 7 خواهر داشتم، به من گفت که سرپرستی خواهراتو بکن و پدرم در جنگ احد شهید شد، من آرزو دارم که در این نبرد شرکت کنم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن تو بیا. پیامبر فرمودند به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، یا ابن الخطاب ان قریشا لن ینالوا، از این تاریخ به بعد قریش هرگز به ما مصیبتی وارد نمیتوانند بکنند، حتی نستلم الرکن، تا اینکه ما فاتحانه وارد خاک مکه بشیم و حجر الاسود رو لمس بکنیم، دیگه مشرکان بر ما مسلط نمیشند. این وعده ها بر ایمان مسلمان ها می افزود. ببینید ایمان صحابه رو، سبحان الله. از یک طرف به والله اگر نمی بود ایمان راستین مردان خدا، اگر نمی بود این غیرت درونی اصحاب رسول خدا، اونجا شانه ها می لرزید، اونجا دل ها می ترسید، بهانه جویی ها، عذر تراشی ها شروع می شد. اما صحابه با پیکرهای خونین، در حالی که زخم بر بدنهایشون داشتند و داغ یارانشون که با دستان خودشون اونها رو در دامنه کوه احد دفن کردند، اون داغها تازه بود. وقتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفتند همه آماده شدند. سبحان الله. در یکی از کتب تاریخ خواندم، یکی از یاران رسول خدا، 2 برادر بودند، تو همین غزوه که در جنگ احد شرکت داشتند، زخمی شدند. اما بار دیگر چون پیامبر اعلام کردند، این صحابه میگه که من نزد برادرم رفتم، گفتم اتفوتنا غزوه مع رسول الله، ای برادر آیا این زخمهای تنمون مانع همراهی رسول خدا میشه یا نه؟
که امکان نداره ما از کاروان محمد مصطفی جا بمانیم. با برادر گفتیم که بریم حرکت کنیم. دستور آمده، در کوچه های مدینه فریاد میزنند یا خیل الله ارکبی، ای مجاهدان جان برکف سوار بشید. این فریاد رو شنیدیم، میگه ما سواری نداشتیم، با پای پیاده حرکت کردیم. زخمهای برادر من عمیق‌تر بود از زخمهای من، تو مسیر راه نمیتونست راه بره، من اون رو بر دوش خودم حمل کردم تا حمراء الاسد پا به پای محمد مصطفی رفتیم. بیاران رسول خدا گفته شد الذین قال لهم الناس، وقتی مشرکان شنیدن که پیامبر با یارانش دوباره داره میاد، یه نفری رو اجیر کردن فرستادن نزد پیامبر تا پیامبر و یارانشون رو بترسونن. به اونا گفتن که به محمد و یارانشون بگو که مشرکان قویتر از دیروز، قدرتمندتر، با تجهیزات بیشتر آماده نبرد با شما هستند، بیایید. اونا منتظرن. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بترسید ای مسلمون ها. تهدید کردند مسلمون ها رو، مؤمنان رو، اما این تهدید نتیجه این تهدید چه شد؟ فاخشوهم فزادهم ایمانا، بر ایمان صحابه افزوده شد. و قالوا حسبنا الله، الله برای ما کافی است. صحابه پیامبر نز تهدیدهای دشمنان و مشرکان قریش ترسیدند و نه به خاطر اون زخمهای پیکرانشون زمین گیر شدند، نه شیفته لذات دنیا شدند و نه محبت زن و فرزندان دلهای اونها رو متردد کرد. همه آماده شدند و رفتند با رسول خدا صلی الله علیه وسلم. حالا دوستان، اگر ما در عصر حاضر، در این دور و زمان، اگر بخواهیم نمونه این مردان رو، رهرو راه صحابه رو بجوییم که چه افرادی هستند که امروز نه از تهدیدات دشمن میترسند، نه شیفته زن و فرزندانند، به الله دل دادند، نمونه اونها رو میخواهیم اگر بخواهیم بررسی بکنیم، تو همین روز جمعه همه ما و شما نمونه بارز اون رو دیدیم. شهید سرفراز، مجاهد دلاور، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمه الله تعالی که جا دارد من همینجا شهادت مظلومانه ایشان و در عین حال مفتخرانه و سرفرازانه ایشان رو محضر ملت شهید پرور افغانستان و تمامی مجاهدان و رزمندگان جان برکف اسلام در اکناف عالم تبریک و تسلیت عرض بکنم. مولانا مجیب الرحمن انصاری، رادمردی از تبار نیاکان، عالمی ربانی، مجاهدی مخلص، عاشقی دلداده، شیفته الله و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. هرگز در برابر تهدیدهای یهود و نصارا شانه هایش نلرزید. تهدید شد، تهدید به ترورش کردند، وقتش رو هم اعلان کردند که در همین هفته ترور میشی، اما هرگز از تهدیدهای دشمن و از تهدیدهای غلامان و اجیران و بردگان یهود و نصارا نترسید. به رب کعبه قسم یاد کرد که من سر میدم اما دستم رو در دست غلامان یهود و نصارا نمیذارم. بر روی منبر مسجد جامع هرات به لفظ جلاله الله سوگند یاد کرد که والله العظیم من یک جان دارم و اون جانم رو فدای الله میکنم.
به وعده خود وفا کرد، از الله خواست ای الله بدنم رو تکه تکه بکن و به بارگاه خودت حاضر کن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. الله میفرمایند از میان مؤمنان مردانی هستند، مردانی که به عهد خود وفا کردند. صدقوا ما عاهدوا الله علیه، به اون پیمانی که با خدایشون بستند وفا کردند. فمنهم من، شهیدان صادقان بر عهد مولا، شهیدان صادقان بر عهد مولا، کبوترهای جنات معلا. فمنهم من قضا نحبه. الله میگه برخی از این رادمردان به عهد خود وفا کردند. سخنان مولانا انصاری در حد شعار نبود، به خدا بر روی مینها قرار داشت، اما مردانه از الله شهادت میخواست. الله میگه بعضی ها به کام دل رسیدند، به مرادشون دست یافتند. فمنهم من قضا نحبه، بعضی ها نوبه خودشون رو گذراندند. و منهم من ینتظر، اما مردان دیگری در انتظار شهادتند. شهیدان جام وصل مردان بردند، رفیقان دم به دم اندر تمنا. بعضی ها در انتظار شهادت هستند. شهادت گوارای وجودت، گوارای وجود نازنینت ای مرد راستین خدا. حقا که زیبنده و لیاقت این شهادت بودی که الله متعال نصیب تو کرد. مردانه زندگی کردی، عاشقانه جام شهادت رو سر کشیدی. انشاءالله صحرای محشر با قطرات خونت معطر خواهد شد. اما زیبنده هست که خطاب به غلامان و بردگان یهود و نصارا هم عرایضی داشته باشم. همان غلامانی که تا دیروز مسلمانها رو متهم به تروریسم می کردند، با ساختن داعش مسلمانها رو بدنام می کردند، به مسلمانها انگ تروریسمی می زدند و به بهانه داعش ملک عراق شام رو به خاک و خون کشیدند، شام رو به یک خاکستر تبدیل کردند، به زنان و پیرمردان و کودکان مسلمان ها رحم نکردند، به بهانه از بین بردن داعش به جایی که دلهایشون خواست حمله کردند. اما امروز چه شده که برای عملیات انتحاری داعش، برای شهادت مولانا انصاری که داعش اون رو بر عهده گرفته، بهبه و چهچه میزنند، کف میزنند، هورا میکشند، اظهار مسرت و شادمانی میکنند. ثابت شد در این حمله انتحاری که داعش چیزی نیست، داعش کسی نیست جز زاییده افکار پلید شماها داعش رو به وجود آوردید که تا اسلام عزیز رو نابود بکنید. اما دل خوش نباشید به این که با خاموش کردن فریادهای حق طلبانه مولانا انصاری ها صدای حق خاموش میشه و چراغ مساجد و مدارس خاموش میشه. قسم به خدا از قطره قطره خونهای پاک انصاری های دیگر سر برخواهند آورد که زندگی رو در کام شماها تلخ میکنند. رؤیای تسلط مجدد بر خاک افغانستان رو برای شما به کابوس وحشتناکی تبدیل میکنند. شوروی آمد،
در خاک افغانستان تکه پاره شد و برگشت. ناتو با تمام قوا و تجهیزات جنگی خودش آمد در باطلاق افغانستان زمینگیر شد و شبانگاه از بگرام به لانه های خودشون گریختند و فرار کردند. و شما غلامان یهود و نصارا هم بدانید که راهی جز راه اربابانتون نخواهید داشت و در سرزمین افغانستان دفن خواهید شد. ملت آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از فساد او فساد آسیا، در گشاد او گشاد آسیا. دلهای ما با ملت عزیز افغانستان هست. بنده این ضایعه عظیم رو بار دیگر به ملت شریف افغانستان و تمامی غیور مردان و مجاهدان تسلیت عرض می کنم. اما بحث ما به حاشیه رفت. سخن از اینجا بود که الله متعال فرمود با نزول آیات قرآن بر ایمان مسلمان ها افزوده میشه. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ ماذا أراد الله بهذا مثلا. از طرفی منافقان میگویند که هدف الله از بیان این مثال ها چی هست؟ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. الله میفرمایند این چنین هست، این گونه هست که ما الله متعال یضل الله، هر کسی رو که بخواد گمراه میکنه. با این آیات، با قرآن عظیم الشأن. ببینید دوستان، قرآن به منزله یک ریسمان هست، یک ریسمان. اگر ما این ریسمان رو بگیریم میتونیم بالا بریم، میتونیم صعود بکنیم. با همین ریسمان هم میتونیم به قعر چاه فرود بیاییم. حالا بستگی به صلاحیت خود ماها داره، ما لیاقتش رو داریم یا نداریم. مولانای روم میفرمایند دان که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن از این ریسمان قومی درون چه شدند. با همین ریسمان به جای این که صعود بکنند بعضی ها به قعر چاه فرود آمدند. مررسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سر بالا نبود. این ریسمان عیبی نداره، تو عیب داری که تو با این ریسمان بالا نرفتی. پس این قرآن وسیله هدایت هست، هدن للمتقین، اما تو لیاقت و صلاحیت هدایت رو نداری. كذلك یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء. هر کسی رو که الله بخواد هدایت میکنه و گمراه میکند و هر کسی را که بخواهد هدایت میکند. و ما یعلم جنود ربک الا هو. اما اینجا که کفار تمسخر میکردند که مأموران دوزخ فقط 19 تا هستند، ای بدبختا، الله میگه و ما یعلم جنود ربک الا هو. اگه میخواهید آمار ارتشیان پروردگار رو بدونید، اونها از حساب و کتاب و از ارقام و از حساب شما بسیار فاصله داره. و ما یعلم جنود ربک الا هو. نمیداند تعداد ارتشیان پروردگارت را مگر ذات اقدس الهی. در یک حدیثی که در جامع ترمذی آمده، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند اطت السماء و حق لها ان تطع. یاران من، آسمان به صدا در آمده، یعنی از شدت سنگینی. روی یک سقفی اگر یک جمع انبوهی قدم بذارند چطور این سقف آواز میده؟ میگه این سقف آسمان ها داره آواز میده و حق داره که به صدا در بیاد. چرا؟ ما فیها موضع 4 اصابع الا و ملک واضع جبهته لله ساجدا. چون در فضای آسمان ها به اندازه 4 انگشت فضای خالی شما نمیبینید، مگر این که یک فرشته اونجا سر بر سجده گذاشته الله رو سجده میکنه. حالا تعداد این فرشتگان چقدر هست کسی نمیداند. الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر. اما این آتش خشم الله،
این نار و این آمار مأمورین دوزخ چیزی نیست مگر پندی، مگر اندرزی، مگر درس و نصیحتی برای بشریت اگر صلاحیت آن را داشته باشد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.